ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان ها. چطور ما گرفتیم 52% از کمیته دین تا وزارت حکومت همین به مذهبا گرفتگیان. این همین سویگه ها و پیشامی و چیل معن کرد حکومت تنظیم نموش کرد. این همین عقیده همین سلفی وهابی هست. برای این 50-60 باید حکومت وهابی شید و در اونش جاب کرد. یک آدم چش حق باشه قانون کنه و نصفه در 70-80 ببره و یک بزی سویگه ها حق نکنه. این چی مذهب دینه؟ تو باز در روز قیامت، من خب والا برشان میگم و صدای من خود میشنوه، تو باز در روز قیامت در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم داد میشی و میگی که یا رسول الله من در مسند تو 6 تا بودم. رسول الله میگه تو در مسند گدایگرا 6 تا بودی، نام مرا بد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان ها. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مفسرین میگن که اولی الامر علما هستند. در پولین نام الله و نام رسولش نام تو عالم است. در مسند رسول الله شستی. رسول الله صدقه را نمیخورد. در دان نوازش یک خرما را حضرت حسن گرفت در دان خود انداخت. رسول الله کلک خود در دانش داخل کرد و گفت که کخن یا صدقه نمیشه. در نوازی خود اجازه نداره. تو چطور کنی؟ غیر سال بخور، حالا شکم تصفیر کن، عالم اسلام منبت بساز، حالا پیسه یتیم، پیسه فقیر، پیسه که باید دار ایتام جو شد ایره در شوجمگی و چلو اسقاط و خیرات مشروعیت بده و یتیم در روی سرک افتاده و اون انگلیس میایه نصرانی میسیز. والله در روز قیامت جواب. والله در روز قیامت جواب.